در ولسوالی اقتاش کندز عملیات مشترک نیروهای دولتی به شدت جریان دارد. مقام‌های امنیتی کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان در جریان عملیات تصفیه در ولسوالی اقتاش این ولایت ضربات محکمی را بر پیکر مخالفان مسلح حکومت وارد کردند. از آغاز عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی اقتاش ولایت کندز تا اکنون 36 تن از گروه هراسافکنان کشته و زخمی گردند که در میان کشته شدگان 6 تن از سرگروهان ارشدشان نیز شامل می باشد و چندین اراده موتورسیکلشان از بین رفته و یک پای هوانشان نیز تخریب شده و چندین روستاها در جریان عملیات از وجود گروه هراسافکنان تصفیه و پاکسازی کرده است. از سوی هم یک تن از قماندانان خیزش مردمی ولسوالی اقتاش میگوید که نیروهای دولتی در این عملیات تلفات سنگینی را بر پیکر مخالفان مسلح حکومت وارد کردند.